عزیز دلم، اگر زیر سن 25 هستی حتما این کارها را ترک بکن، وگرنه زندگی تا به جهنم تبدیل میکنه. اولش ویل خرجی، هیچ وقت خرچت از دخلت بیشتر نباشد. اگر این قسم شد باور بکن تا آخر عمرت در درد و رنج و قرضداری و بالاخره تشویش به سر میبره. لطفاً ویل خرجی را از زندگی دور بکن. دوم، رفیق بازی، اندیوال بازی، دوست پسر بازی، دوست دختر بازی را در زندگی ترک بکن، چون این چیزایی که گفتم اینا انسان از هدف اساسی زندگیش دور میکنه و در آینده انسان را تبدیل به یک وسیله، تبدیل به یک زباله میکنه. این را از زندگی دور بکن. سوم، در زندگیت هیچ وقت تنبل نباش. تنبلی زندگی انسان را به جهنم میکشاند و تمام داشته ها و انگیزش از بین میبرد. چهارم، بی هدف زندگی نکن. هر روز یک چیز جدید یاد بگی، یک مهارت یاد بگی، یک صفحه مطالعه بکن، یک کاری خوب بکن. هر روز کاری بکن که تو از دیروزت بالاتر باشی. این 4 کاری را که در همین سنی که گفتم تو ترک کرده تانستی و همیشه موفق کامیاب می‌باشی.